بامداد چهارشنبه 8 ینور بیش از 10 موشک بالستیکی پایگاه‌های مختلف را در قلمرو عراق هدف قرار دادند که حداقل 2 تای از این پایگاه‌ها مکان بود و باش نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق است. سخنگوی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا جاناتان هافمن گفت موشک‌ها از ایران پرتاب شده‌اند. او افزود موشک‌ها به پایگاه‌های عین الاسد و اربیل اصابت کردند و حالا زیانی رسیده تشخیص می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط تلویزیون دولتی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته اصرار ورزیده است که این جواب به کشتار فرمانده نیروی قدس ژنرال قاسم سلیمانی می باشد. سلیمانی 3 ینور در کنار فرودگاه بغداد در نتیجه حمله هوایی کشته شد. وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف در شبکه توییتر نوشته است که موشکباران پایگاه‌ها دفاع از خود می باشد که بر پایه ماده 51 آیین‌نامه سازمان ملل متحد به عمل آمده است. بعد حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه توییتر نوشت که همه چیز خوب است. پیش بینی می شود که در دوام روز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پیام مراجعت خواهد کرد.